اول سرم سی رو بزنم یا اول سرم هیالورونیک اسید رو؟ اگه هنوز نمیدونی که کدوم سرم رو باید اول استفاده بکنی، حتما این ویدیو رو تا پایان تماشا کن. سلام، من رضا هستم، به کانال رضا اسکین خوش اومدید. اینکه شما اول سرم ویتامین C رو استفاده بکنید یا سرم هیالورونیک اسید رو کاملا به پایه سرم ویتامین C تون برمیگرده. یعنی اگر پایه سرم ویتامین C شما بر مبنای آب باشه، یعنی L-اسکوربیک اسید باشه، شما میتونید اول صورتتون رو کاملا بشورید، بعد خشک کنید و بعد از اینکه خشک شد روی صورتتون سرم ویتامین C رو بزنید، 5 دقیقه صبر کنید، با یه اسپری آب یا خود آب پوستتون رو مرطوب کنید و بعد از سرم هیالورونیک اسیدتون استفاده کنید و بعدش هم کرم روز و آبرسان و در نهایت ضد آفتاب. اما اگر سرم ویتامین C شما بر پایه روغن باشه، قضیه کاملا فرق میکنه. خب اگر سرم ویتامین C شما بر پایه روغنه یا به اصطلاح علمی THD اسکوربیت هست، در واقع اینا یه پایه حالت ژلی دارن که اصلا چسبناک نیستن و دارای فرمول طلایی هستن که نسبت به سرم های ویتامین C معمولی قدرت جذب بالاتری دارن و در لایه های عمیق‌تری نفوذ میکنن. در این صورت شما باید اول صورتتون رو بشورید، بعد در حالتی که همونطور پوستتون هنوز مرطوب و نمناکه سرم هیالورونیک اسید رو روی پوستتون اپلای کنید، چند دقیقه صبر کنید و بعد سرم ویتامین C بر پایه روغنتون رو بزنید و بعدش هم کرم روز و آبرسان و در نهایت ضد آفتاب رو بزنید. این سرم های ویتامین C خیلی در کاهش لک ها تاثیر بسزایی دارن و همینطور میتونن پوست رو خیلی لطیف و شفاف کنن. یه مارک خیلی خوب در مورد سرم ویتامین C اگر خارجیش رو بخوام بهتون پیشنهاد بدم، درانک الیفنت که محصول کشور آمریکاست و شیسیدو که ژاپنیه و تو سرم‌های ویتامین C ایرانی هم سانوی سرم خوبیه. نکته‌ای که اینجا به وجود میاد تفاوت بین کرم ویتامین C و سرم ویتامین C. ببینید تفاوت این دو محصول در بافت اونها و در واقع در فرمولاسیون این دو محصوله. کرم ویتامین C نسبت به سرم غلظت کمتری داره، اما سرم ها رقیق تر هستن، بنابراین خیلی راحت تر در پوست نفوذ میکنن و در لایه های عمیق‌تری از پوست تاثیر میذارن. پس بنابراین برای کاهش لک ها موثرتر هستن. اما کرم های ویتامین C اصولا داره مواد مغذی و یه سری آبرسان ها در ترکیباتشون هستن که خب به حالت لطافت و سفتی پوست خیلی کمک میکنن. اینجا باید ببینیم اولویت شما چیه. اگر که مشکلات پوستی شما هایپر پیگمنتاسیون یا لک های خیلی بده، قطعاً باید برای کاهشش از سرم ویتامین C استفاده کنید. اما اگر شما یک کرمی به صورت روزانه میخواید مصرف کنید یا پوست خیلی حساسی دارید و خشک، خب میتونید از کرم های ویتامین C استفاده بکنید، چون خب پوست رو نرم و لطیف نگه میداره و یه مقدار از خواص ویتامین C رو هم داره. البته به این نکته توجه بکنید، اگر پوست خشک و حساس دارید و در این حال هم لک دارید و خب ترجیح میدید که از سرم استفاده بکنید، پس بهتره که از سرم های ویتامین C با دوز پایین شروع بکنید، چون معمولا سرم های ویتامین C بین 10 تا 20%. شما میتونید از 5% اسکوربیک اسید استفاده بکنید و کم کم که بعد از این مدت 3-4 ماه توی روتینتون از این سرم استفاده کردین و پوستتون عادت کرد، میتونید کم کم از دوزهای بالاترش استفاده کنید. یه محصولی هم که اگه بخوام بهتون پیشنهاد بدم در واقع برای اینکه بخواید دیرتر برای بوتاکس مراجعه بکنید، در واقع سرم های آرژلین هستن که در واقع یه جور سرم بوتاکس اصطلاحاً بهش گفته میشه و برای خطوط روی پیشونی یا پنجه کلاغی های کنار چشم بسیار مفیده. شما میتونید از اون استفاده کنید به صورت ضربه‌ای روی پیشونی و دور چشم بزنید، تداوم داشته باشید، صبور باشید، چون بسیار سرم خوبیه در رفع چین و چروک و بسیار در جوانسازی کمک میکنه. همه اینها زمانی نتیجه رو به شما نشون میده که به موقع ازشون استفاده بکنید. یعنی از سن 25 سال به بعد کم کم شما میتونید این سرم ها رو توی روتین پوستیتون داشته باشید تا خیلی دیرتر بخواید به سمت تزریقات جوانسازی برید. سرم بعدی که بهتون پیشنهاد میکنم سرم پپتاید. پپتایدها در واقع یه زنجیره کوتاهی از امینو اسیدها هستن که به تولید پروتئین از جمله کلاژن کمک میکنن و در واقع 75 تا 80% ساختار پوست رو تشکیل میدن. پس بنابراین در محصولات پوستی به وفور یافت میشن. از سرم پپتایدها غافل نشید، استفاده بکنید. به عنوان سرم روزانه میتونید ازشون استفاده بکنید، به خصوص اگر که پوست خیلی خشک و حساسی دارید و مستعد
چین و چروک‌های پوستی هستید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، استفاده کرده باشید و براتون مفید واقع شده باشه. در این صورت لطفاً این محتوا رو لایک کن، کانال منو ساب کن تا موضوعهای پوستی و سلامت مو و هر چیزی که در این رابطه وجود داره رو از دست ندید.